تحقیقات علمی میگن اولین 10 دقیقه بعد از بیدار شدن حال و هوای کل روزتو میسازه. یعنی اینکه چطور صبحتو شروع کنی میتونه انرژی و تمرکزتو تقویت کنه یا برعکس ازت بگیره. حالا مشکل کجاست؟ اکثرمون صبحا که بیدار میشیم سریع گوشی رو چک میکنیم یا به فکر کارهای روزمره‌مون میافتیم. این عادتها استرس رو زیاد میکنه و باعث میشه انرژی و انگیزمون زود ته بکشه. اینا تازه چند تا از کارهاییه که 99% مردم هر روز صبح به اشتباه انجامشون میدن. کارهایی که اگه راه درست انجامشون رو یاد بگیریم میتونیم تو کمتر از 6 ماه خودمون رو تبدیل به یک غول کنیم. تو این برنامه تکنیک‌ها و نکات کلیدی رو بهتون یاد میدم که تو این مسیر میتونه بهتون کمک بسیار زیادی بکنه. نکاتی که هر جایی نمیشنوین. سلام و درود میگم به چنل قدرت فکر خوش اومدید. حالا میریم سراغ مورد اول، یعنی چک کردن فوری گوشی و شبکه‌های اجتماعی. صبح که بیدار میشی اولین کاری که میکنی چیه؟ اگه دست میکنی و گوشی تو برمیداری بدون که تنها نیستی. یعنی فقط تو این کار رو نمیکنی، چون 80% آدما همین کار رو میکنن. ولی این عادت باعث میشه از همون اول ذهنت پر از استرس و شلوغی بشه. پیامک‌ها و اخبار روزو با آرامش جایگزین کن. به جای اینکه روزو با گوشی شروع کنی، چند دقیقه نفس عمیق بکش یا یک کمی بدنتو کش و قوس بده. این کار باعث میشه آرومتر و متمرکزتر بشی. یه تکنیک فوق‌العاده میخوام بهت یاد بدم که سر صبح هم سر حالت میاره، هم انرژی تو چند برابر میکنه. بهش میگن تکنیک تنفس 4-7-8. واسه انجامش توی جای راحت بشین یا دراز بکش. کمرت صاف باشه تا ریه‌هات فضای کافی برای پر شدن از هوا رو داشته باشن. تو مرحله اول به آرومی از بینی نفس بکش و تا 4 شماره ریه‌هاتو پر کن. تو مرحله دوم نفستو نگه دار و تا 7 شماره بشمر. این قسمت باعث میشه اکسیژن بیشتری به بدنت برسه. تو مرحله آخر به آرومی از طریق دهان نفستو به بیرون بده تا 8 شماره بشمار. این کارو انجام بده و موقع بازدم تصور کن که همه استرس ها و افکار منفی داره از بدنت خارج میشه. حالا این چرخه رو 4 بار تکرارش کن. حتی میتونی وقتی که این تمرین رو انجام میدی چشاتو ببندی و به یه جای آرامش بخش مثل ساحل دریا یا کوه فکر کنی. با این تکنیک روزتو با یه حس خوب و پر انرژی شروع میکنی. حالا میریم سراغ مورد دوم که نوشیدن قهوه بلافاصله بعد از بیدار شدنه. صبح که بیدار میشی سریع سراغ قهوه خوردن نرو. میدونی چرا؟ چون بدنت خودش هورمونی به اسم کورتیزول تولید میکنه تا هوشیارت کنه. اگه سریع قهوه بخوری این فرایند طبیعی مختل میشه و بدنت کم کم به کافئین وابسته میشه. حالا نتیجهش چیه؟ صبح بدون قهوه دیگه سخت بیدار میشی و قهوه هم اثرش کمتر میشه. حالا یه راه حل برات دارم. بعد از بیدار شدن حداقل نیم ساعت، تکرار میکنم، حداقل نیم ساعت صبر کن. اول با یه لیوان آب گرم یا دمنوش شروع کن. این کار کمک میکنه قهوه‌ت بهتر عمل کنه و انرژی بیشتری توی روز داشته باشی. با این تغییر کوچیک هم از قهوه لذت بیشتری میبری، هم به بدنت کمتر آسیب میزنی. قبل از اینکه بریم سراغ مورد بعدی، مطمئن شو که کانال رو ساب داری و زنگوله هم فعاله تا تکنیک‌ها و آموزش‌های فوق‌العاده بعدی رو از دست ندید. حالا میریم سراغ سومین اشتباهی که بیشتر مردم انجامش میدن. اون چیه؟ آماده شدن تو تاریکی. صبح که بیدار میشید تو تاریکی آماده میشی یا تو نور؟ آماده شدن تو تاریکی شاید ملایم و خوشایند باشه، ولی بدنت هنوز حس میکنه باید بخوابه. نبودن نور باعث میشه هورمون خواب یا همون ملاتونین تو بدنت بیشتر بمونه و خواب‌آلودگی دست از سرت بر نداره. حالا اگه پرده ها رو کنار بزنی یا چراغ رو روشن کنی، بدنت شروع میکنه به بیدار شدن. نور کمک میکنه هورمون‌های هوشیاری ترشح بشن و انرژی بیشتری برای شروع روزت داشته باشی. پس اگه هوا تاریکه حتما یه چراغ رو روشن کن تا روزتو پر انرژی تر شروع کنی. راستی یه سوال، صبح‌ها معمولاً چه ساعتی از خواب پا میشی؟ اون ساعتی که پا میشی هوا روشن شده یا هنوز هوا تاریکه؟ تو کامنت بنویس ببینم کیا سحرخیزن. حالا میریم سراغ مورد چهارم، یعنی عدم برنامه ریزی برای روز.
تا حالا شده آخر روز حس کنی هیچ کدوم از کارهایی که میخواستی انجام ندادی و کلی کار روی هم تلمبار شده؟ این مشکل خیلی هست. چون بدون برنامه ریزی روزشون رو شروع میکنن و هر کاری که دم دستشون بیاد انجام میدن بدون اینکه بدونن چی مهمتره. یه راه ساده برای اینکه از این حس خلاص بشی اینه که صبح یه لیست کوتاه از کارهای مهمت بنویسی. لازم نیست پیچیده باشه، فقط مشخص کن امروز چی برات اولویته و حتما باید انجام بشه. این کار باعث میشه کمتر سردرگم بشی و حس کنی که روزت دست خودته. حالا میخوام یه سبک برنامه ریزی بهت یاد بدم که زندگی‌های زیادی رو این رو اون رو کرده. آدم‌های موفق بزرگی ازش استفاده میکنن، مثل ایلان ماسک و بیل گیتس. پس خوب حواستو جمع کن. بهش میگن تایم باکسینگ. خیلی ساده است ولی به شدت تاثیرگذاره. الان نشونتون میدم چطور انجام میشه. مرحله اول اسمش تخلیه ذهنیه، یعنی کارهایی که باید در طول روز انجام بدیم و مینویسیم. این مرحله خیلی مهمه چون ذهنتون رو خالی میکنه و استرستو کم میکنه. مرحله دوم اولویت بندیه، یعنی 3 تا از کارهای مهم که حتما باید انجام بشن رو اینجا مینویسی تا مطمئن بشی حتما انجامش میدی. مرحله سوم و مرحله آخرش هم تایم باکسینگه. این مرحله اصلی ترین مرحله تکنیکه و مثل تودو لیست عمل میکنه. حالا میای و به هر کدوم از این کارا یه زمان اختصاص میدی و متعهد میشی حتما توی اون زمان انجامش بدی. این روش مزیت‌های خیلی زیادی داره. تایم باکسینگ باعث شفافیت ذهن میشه و شفافیت ذهن بازدهی روزانت رو بالا میبره. در نتیجه کارات رو بهتر انجام میدی. قبل از ادامه برنامه اگه میخوای تو زندگی فرد موفقی باشی و همه اطرافیان تو رو به عنوان الگوشون مثال بزنن، پس این کانال مختص خودته. حالا میریم سراغ مورد 5، یعنی عدم ورزش یا کشش صبحگاهی. صبحها که بیدار میشی حرکت یا کششی میکنی یا نه؟ اگه نه، شاید این یکی از دلایلی باشه که روزتو بیحال شروع میکنی. خیلیا فکر میکنن که ورزش سر صبح وقتگیره یا بدنشون رو خسته تر میکنه. ولی واقعیت اینه که حتی چند دقیقه کشش ساده میتونه خون رو بهتر به جریان بندازه، عضلاتو بیدار کنه و انرژی بیشتری هم بهتون بده. مثلا صبح که از خواب پا میشی دستاتو باز کن، پاهاتو بکش، کمرتو خم کن و چند تا حرکت ساده انجام بده. همین 5 تا 10 دقیقه میتونه فرق زیادی توی حس و حالت ایجاد کنه. اگه این کار رو به صبحت اضافه کنی میبینی که تمرکز و انرژی بیشتری داری و دیگه اون حس خواب‌آلودگی و خشکی بدن کمتر سراغت میاد. امتحانش کن، نتیجهش عالیه. حالا میریم سراغ مورد 6 که استفاده از آب داغ برای دوشه. صبحا که دوش میگیری آبش داغ یا سرده؟ اگه همیشه با آب داغ دوش میگیری و حس میکنی بعدش بازم خواب‌آلوده‌ای، باید بدونی که دلیلش واضحه. آب داغ عضلاتو ریلکس میکنه و بدنو بیشتر تو مود استراحت نگه میداره. خیلی از افراد موفق مثل تونی رابینز میگن دوش آب سرد بدن رو بیدار میکنه و انرژی زیادی بهت میده. آب سرد جریان خونو افزایش میده، بدنو سرحال میکنه و یه حس شادابی فوق‌العاده بهت میده. اگه صبحها حس میکنی کسل و بیحالی، به جای آب داغ دوش آب ولرم یا سرد رو امتحان کن. این تغییر کوچیک میتونه شروع روزتو متحول کنه و بهت انرژی بیشتری بده. یه بار امتحانش کن. میدونم شاید یه خورده سخت باشه، اما امتحانش هم ضرری نداره. حالا میریم سراغ مورد 7 که عدم خوندن و یادگیری مطالب جدیده. تا حالا شده حس کنی مدت هاست چیز جدیدی یاد نگرفتی؟ انگار تو همون سطح قبلی موندی و ذهنت داره تنبل میشه. این حس رو خیلی‌ها تجربه میکنن، چون روزمرگی و مشغله ها باعث میشه یادگیری رو فراموش کنیم و به همون چیزایی که میدونیم بسنده کنیم. یادگیری مثل غذا واسه ذهنه. اگه چیز جدیدی یاد نگیریم، هم از دنیا عقب میمونیم، هم انگیزه و هیجانمون واسه پیشرفت کمتر میشه. اما راه حلش ساده است. هر روز 10 دقیقه وقت بذار، فقط 10 دقیقه. میتونی یه مقاله بخونی، یه پادکست گوش بدی یا چند صفحه کتاب بخونی. این کار باعث میشه حس کنی داری رشد میکنی و از یه نواختی در میای، اما
اما خوب گوش کن، یه مشکلی رو خیلیامون باهاش درگیریم. وقت رو میذاریم واسه مطالعه و یادگیری، ولی چیزایی که میخونیم و زود فراموشش میکنیم چون درک مطلبمون پایینه. یه تکنیک ساده بهت یاد میدم که با اون دیگه چیزایی رو که مطالعه میکنی فراموش نمیکنی. تکنیک بخونیم و بنویسیم. این تکنیک اینجوریه. قبل از مطالعه کردن یه تیکه کاغذ بذار کنار دستت. یه صفحه از کتاب رو مطالعه کن. حالا ببند و بذارش کنار. حالا هر چیزی که از اون صفحه کتاب متوجه شدی رو تو اون تکه کاغذ بنویس. این تمرین رو به مدت 10 روز انجام بده و هر روز یه صفحه کتاب بهش اضافه کن. یعنی روز اول یه صفحه، روز دوم 2 صفحه و روز سوم 3 صفحه و به همین منوال. و هر بار بعد از مطالعه کتابو ببند و بذار کنار و فکر کن که چی از اون کتاب متوجه شدی و شروع کن به یادداشت کردنش. این تمرین بهت کمک میکنه که درک مطلبت خیلی خیلی بالا بره و دیگه مطالبی رو که مطالعه کردی فراموش نکنی. حالا اینو بفرست برای اونی که میخواد همیشه مطالب ملکه ذهنش بشه و دیگه چیزی رو که میخونه فراموش نکنه. در انتها باید بگم خیلی از عادتهایی که صبح انجام میدیم بدون اینکه بفهمیم میتونن کل روزمون رو تحت تأثیر قرار بدن. اما تغییرات کوچیک میتونن معجزه کنن. مثل اینکه صبح گوشی رو بذاری کنار یا چند دقیقه کشش انجام بدی یا یه مطلب کوتاه و جدید بخونی. همین کارهای ساده کمکت میکنن روزت رو با انرژی و تمرکز بیشتری شروع کنی و حس بهتری هم داشته باشی. پس وقتشه یه قدم کوچیک برداری و صبحتو بهتر شروع کنی. این عادتهای ساده میتونن پایه‌ای برای یه زندگی شادتر و موفق‌تر برات باشن. یادت باشه موفقیت به معنای کامل بودن نیست، به معنای هر روز بهتر شدنه. پیروز و سلامت و سربلند باشید.